رحمت واسعه خدا. سخنران استاد دارستانی. خوش به حال اونه که روز قیامت وقتی میاد تو صحرای محشر نامه عملشو میدن دستش، زیر هر گناهش یه استغفار هست. جوونا نگید آقا ما هی گناه کنیم توبه کنیم، من میگم این کارو بکنید. شما بعد هر گناهتون توبه کنید، نگو دیگه روم نمیشه. امام کاظم فرمود گناه رو خدا تا 7 ساعت نمی نویسه، اگه توبه کنید دیگه اصلا نمی نویسه. اگه توی 7 ساعت توبه نکردی می نویسه، هر وقت توبه کردی پاک میکنه. خب آقا ببخشید آقا ما هی گناه کنیم هی توبه کنیم، هی گناه کنیم توبه کنیم، بد نی. این که بده تو گناه کنی، اما این که توبه کنی حتما بعد هر گناه توبه کن. چون اگه انسان بعد هر گناهش توبه کنه یا از گناه خسته میشه یا از توبه. این معادله قابل حله. بنده روز 10 بار اشتباه کنم هی بگم مادر ببخشید اشتباه کردم، دوباره یه رو دیگه بگم مادر ببخشید کم کم میگم جمع کن بابا، یا اشتباه نکن یا عذرخواهی نکن. تکلیفت به قول مرحوم کافی رحمت الله علیه، تکلیفت با خدا مشخص میشه، یا زنگی زنگ یا رومی روم. جوونه هر روز 4 راه مدینه وامیستاد. امام صادق که می اومد یه دست می‌ذاشت رو سینه‌ش میگفت السلام علیک یا ابن رسول الله، قربونتون باشه. آقا میرفت. میگن یه روز آبکی خورده بود دهنش نجس بود. آقا که اومد رد شه این جوان روشو کرد به دیوار، روش نشد، خجالت کشید، با دهن آلوده به آقای سلام بده. آقا وایساد، زد رو شونش، 2 تا جمله گفت. فرمود 1 جوان چرا یه کاری میکنی روزی یه بارم میخوای ما رو ببینی نتونی؟ 2 جوان تو هر حالتی هستی رو تو از ما اهل بیت بر نگردون، چون شما جز ما کسی رو تو این عالم نداری. قربون خدا برم با این محبتش. هیچ وقت فکر نکنید آقا آب از سرتون میگذره. بابا فرعون تو آب داشت غرق میشد، تموم شد، فرعون رفت غرق شد. غروب اومد در خونه خدا سجاده پهن کرد موسی، غروب روزی که فرعون از دنیا رفته. خدا فرمود یا موسی ما اغث فرعون، امروز چرا استغاثه فرعون رو جواب ندادی؟ داشت غرق میشد هی میگفت یا موسی یا موسی کمکم کن، چرا کمکش نکردی؟ لانک لم تخلقه، چون خالقش نبودی دستشو نگرفتی. لو استغاث بی لاغثت، به عزتم قسم اگر 1 بار منو صدا میزد از تو آب میکشیدمش بیرون. چرا صدات کردی چی نگفتی؟ آقا رحمت خدا رو خبر داشتید، هیچ جا دیگه نمیرید.